سفارت آمریکا در تاجیکستان در حدود سفارتخانه خود تجهیزات معاصر سنجش وضع آلودگی هوا را نصب کرد که نشاندادهای آن آنلاین در تمام جهان دسترس می شود. سفیر آمریکا گفت این اقدام به خاطر اطلاع بیشتر مردم از وضع هوا است تا توانند خود را در حالت افلاسی آن از آلودگی ها حفظ نمایند. می‌خواستم قید نمایم که مسئله صفت هوا برای تاجیکستان یک چیزی بی‌نظیر نیست و در ایالات متحده آمریکا برای کم نمودن افلاس‌شوی هوا به بسیار دستاوردها نائل گردیده‌ایم. البته بسیار کارها را انجام دادن لازم است. طبق اطلاع агентии حفظ محیط زیست ایالات متحده آمریکا، همساله در این کشور از آلودگی هوا 135,000 نفر ساکنان می‌فوتند. خسارات اقتصادی نیز از این اندک نیست. سفیر آمریکا 20 ایون در مراسم معرفی این دستگاه خبر داد که نتایج تشخیص هوا به صورت آنلاین در سامانه cw.airnow.gov دسترس خواهد بود. برخی کارشناسان زیست محیطی بر آن نظرند که تنها در یک مکان نصب کردن این گونه دستگاه نمیتواند وضع عمومی هوای دوشنبه را نشان دهد. اگر ما در هر یک نقطه که مثلا اخلا سفارت ها هستند این گونه تجهیزات ها می داشتیم اگر این بسیار خوب می بود، برای که چندکنی ها در هر نقطه ها هر خیلند و دیده میتونیم که در صفت هوا در قسم شرقی چطور است، در قسم غربی چطور است، در جنوب و شمالی در مرکز چطور است. به نظر برخی دیگر اکولوگ ها برای دقیق کردن آلودگی هوا باید دستگاه های علاوگی تامین شوند تا عامل های آلودگی را معین نمایند. اما درست است که بود هم خیلی اسباب در شمارش خیلی زیاد کرده شود که یک جوی معین شود و معین کرده شود، نه اینکه یک نقطه باید. یعنی در هر قسمت شهر حتما مهم است. و وابسته است که بودم افلاسی از چی است؟ از ماشین سر راه است یا که از اون دودی مثال اگر فابریک است یا که دودی مثال انگشت است، اینا با فرق میکنه. یعنی مرکب است، این خیلی با یک اسباب پرابلم اون رو حل نمیکنه شما. مسئولان پژوهشگاه فیزیک و تکنیک میگویند ساختارهای زیست محیطی کشور تجهیزات معاصر برای سنجش آلودگی هوا را در اختیار دارند و میتوانند حتی میزان وجود ذره‌های کیمیایی در ترکیب هوا را معین کنند. گفته می شود که تنها به دلیل آلودگی هوا در تاجیکستان به اقتصاد کشور در سال 2016 64 میلیون دلار آمریکایی خسارات وارد شده است. با گفته کارشناسان، تاجیکستان خود در سمت حرکت خاکبادها از قسمت جنوبی قاره آسیا و شمالی افریقا قرار دارد و به این دلیل همساله در فصل تابستان روزهای زیادی خاکبارش در این کشور مشاهده می شود. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.